دادگاه افضای زوست در غرب آلمان روز 15 دکامبر سال 2022 حکم 4 تاجیکی را که به زن و زنی با بلاگر تاجیک آن زمان مقیم آلمان مظفر بابو رحمتوف معروف با تخلص برده تیجی عیبدار می شدند اعلام کردند. دادگاه این 4 نفر را در افباشی در رسانیدن آسیب سبک به سلامتی گناهکار شناخته آنها را در عموم به مبلغ بیش از 10,000 یورو جریمه بسته است. همچنین 2 نفر شرطاً به 1 سال و 8 ماه و 1 سال و 3 ماه زندان و همزمان به 200 ساعت کاری جمعیتی محکوم شدند. ولی دادگاه زوست 2 بلاگر منتقد تاجیک مقیم آلمان سلیمان ارزوی و شیرزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 00 را تنها جریمه بسته است. هر 2 بلاگر شب 15 و 16 دکامبر بعد اعلان حکمشان در مصاحبه با پایگاه خبری بامداد گفتند که دادگاه در حال آنها را تنها جریمه بست که دادستان از دادگاه برای سلیمان ارزویف همچون جزا 1 سال و 2 ماه زندان و برای عبدالرحمن 00 1 سال زندان طلب کرده بود. آنها از رسانه‌ای کردن نام 2 نفر محکوم شده خودداری کردند و گفتند آن 2 نفر یگان فعالیت سیاسی یا بلاگری ندارند و آن شب 7 فوریه سال 2021 تنها به خاطر همراهی و نمایش جوانمردی همراه آنها به خانه برده تیجی به شهر زوست رفته بودند. سلیمان ارزوی و عبدالرحمن 00 خبر دادند که طرف دیگری بس برادر تیجی که علاقه آلمان را ترک گفت به تاجیکستان برگشته است. در مرافعه اشتراک نداشت. دادرس در جریان مرافعه اطلاع داد که با وجود کوشش‌های سفارت آلمان در تاجیکستان برای دعوت مظفر بابو رحمتوف یعنی برده تیجی به مرافعه پرونده زن و زنی با او یگان بار به سفارت تماس نگرفته است و عزم برای سفر به آلمان نشان نداده است، نقل کرد عبدالرحمن 00 در صحبت با بامداد. برده تیجی بعد بازگشتش به تاجیکستان در کانال خود در یوتیوب که قریب 300,000 آبونشی دارد اساساً به تبلیغ بازی‌های قمار از جمله لاتاری ها مشغول است. هنوز نتیجه های بررسی پرونده رزبارش با بچه‌های تاجیک در آلمان را شرح نداده است. عبدالرحمن 00 و سلیمان ارزویف بر اینند که مرافعه با پیروزی آنها انجام یافت. این ماجرای پر سر و صدا از آن آغاز یافت که برده تیجی که در آلمان به سر میبرد 12 فوریه سال 2021 بعد بازگشت از سفر تاجیکستان از پیشرفت‌های تاجیکستان ستایش کرد و گفت دوشنبه مثل دوباره شده است که من حتی نشناختمش. سلیمان ارزویف برده تیجی را برای این ستایش‌هایش دروغ نامید و گفت او مشکلات چون قشاقی مردان و پایمال شدن حقوق انسان را در تاجیکستان نادیده گرفته از پیشرفت‌های نبوده ستایش می‌کند. برده تیجی از این به خشم آمده در کانالش سلیمان ارزویف را با لفظ زشت تشنام داد و شب 7 فوریه سال 2021 سلیمان ارزویف همراه با عبدالرحمن 00 و 3 جوان تاجیک دیگر برای رزبار با برده تیجی به محل زشت او شهر زوست آمدند. رزبار ساعت 1 شب 7 فوریه در نزد بنای بانک امانتگذاری در شهر زوست صورت گرفت و در ویدیوهای نشر شده دیده میشد که بچه‌های تاجیک با یکدیگر زن و زنی میکنند و صدای تیر هم شنیده می شود. پلیس آلمان بعداً شرح داد که در جریان مناقشه کسی از اشتراک کنندگان از تفنگچه گازی استفاده برده است.